چشم قبلی رو که واسهتون کار کردم با مداد و پودر B6 سایه زدم، اما این یکی رو میخوام با زغال واسهتون کار کنم، زغال و کنته. به خاطر همین پشت مدل رو که مقدار کمی زغال میزنم و با دستمال کاغذی چند بار تمیزش میکنم تا تموم پودرای اضافیشو بگیرم. حالا طرحم رو روی اون طرفی از مقوا که راه نداره کپی میکنم. نوک مدادتون حتما تیز باشه. فشار دستتون نه اونقدر زیاد باشه که مقوا فرو بره و نه اونقدر کم باشه که طرح انتقال پیدا نکنه. تموم ریزه‌کاری‌ها رو با دقت بکشید. پرینتتون نباید خیلی روشن باشه و نباید خیلی تیره باشه که سیاه بشه و هیچی دیده نشه. چون در اون صورت باید خودتون تمام ریزه‌کاری‌ها رو به کار اضافه کنید. همه چیزایی که توی عنبیه هست رو میکشم. برای کشیدن مژه ها باید مدادتون تیز باشه. اگر مداد پهن باشه مژه های پهنی کشیده میشه توی کار و بعدن که بخواید مژه ها رو بکشید این خطوط پهنی که از قبل کشیده شده توی زیبایی کارتون تاثیر بد میذاره. دوستان درسته که من دارم طرح رو کپی میکنم، اما اینو یادتون باشه که شما باید طراحی چشم رو بلد باشید و آناتومی چشم رو بشناسید. چون اگر اینها رو ندونید و طراحی بلد نباشید حتی کپی رو هم اشتباه انجام میدید. من حتما در آینده براتون طراحی چشم و اجزای صورت و حتی چهره کامل رو هم میذارم، آموزشش رو بهتون میدم. در ضمن حتما مدل رو با چسب بچسبونید به مقوا. من حواسم هست که مدلم تکون نخوره، اما اگر یه ذره تکون بخوره همه چی جابجا میشه. پس شما واسه طراحی حتما با چسب کاغذی مدل رو ثابت کنید. ابروها رو هم با دقت همه رو میکشم، ولی بازم تاکید میکنم که طراحی ابرو رو خیلی خوب کار کنید. مثل چشم قبلی از تیره ترین قسمت که مردمک باشه شروع میکنم. مدادی که توی دستمه مداد کنته است، مارک فابر کاستل.
فابرکاستل یا ماریس 3 مدل دارن: سافت، میدیوم و هارد. معمولا من خودم از سافت و هارد استفاده میکنم. سافت نرمه، برای قسمت هایی که میخوایم خوب تیره بشه ازش استفاده میکنیم و اگر قرار باشه محوش کنیم هم راحت تر محو میشه. اما هارد سخته، یک کمی روشن‌تره، به تیرگی سافت نیست و چون هارده و سخته و مغزی در واقع سفت‌تره، برای کشیدن موژه ابرو خیلی مناسب تره. قسمت هایی از عنبیه که خیلی تیره است باید با مداد کنته اون رو کاملا پر کنیم و نباید سفیدی بافت مقوا پیدا باشه. با سنباده نوک کنته رو تیز میکنم. برای تیز شدنش اون رو توی دستم میچرخونم و میکشمش روی سنباده. تموم ریزه‌کاریایی که توی عنبیه وجود داره رو باید بکشید با دقت. این فرو رفتگی پشت چشم رو هم با مداد کنته میذارم چون خیلی تیر است. اگر روشن باشه و تا این حد تیره نباشه اصلا نیاز نیست اون رو با مداد. خب مداد کنتم رو عوض میکنم، از مداد کنته هارد استفاده میکنم. یک طرفش رو سنباده میزنم، برش میگردونم، طرف مقابلش رو سنباده میزنم. اینو سنباده زدن برای اینه که خطای خیلی نازک بتونید بکشید. حالا بازتاب مژه هایی رو که توی عنبیه افتاده با مداد کنته هاردم میکشم. حالا میرم سراغ مژه ها. اگر نوک کنتتون پهن شد حتما سنباده کنید و تیزش کنید. برای مژه ها هم مثل ابرو همون چیزی که میبینید و بکشید. مژه های پایین رو میخوام کار کنم و مژه های پایین معمولاً نازکتر از مژه های بالاست. پس باید نوک کنتتون خیلی تیز باشه.
و خیلی نازک. نباید موهای خیلی زمخت و کلفتی بکشید.